برات کرد پدر؟ بشین. چی میگی پدر؟ پسرم من بسیار فکر کردم و به یک خلاصه آمدم که پسرم بخت اول گفتن. سفرخان بخت اول. گوش کن گوش کن. با همین زند زندگی کن پسرم. خطا میکنی، خودت را بدبخت میکنی و دیگرها را. ای پدر، من میرم کلین تا خونه تا اوچاشم میمونم. من در کار نیست دی کلین دیگه. من اون دختری را که انتخاب کردم همون را دوست میدارم پدر. من پیش همون میرم. بچه‌م خطا میکنی، خطا. ای بس که پدر، وقتی نصیحت‌هایت گذشت. کی وقتی نصیحت‌هایت گذشت میدونی پدر؟ من دیلم چیزی را بخوام را میکنم پدر. گوش که من دیگه نه خونه در کارای نه درت. خونه و درت ای خدت فهمیدی سای؟ من اون دختری را نغز میبینم کو همون را میگیرم. من رفتم خونه و درت ای خدت پدر. ای پدر از قامتی چنگیت من غم میخورم، از گلی پژمرده ای. همسایه جون و همسایه السلام علیکم. علیکم السلام. ممکنه همسایه جون؟ بیایید مرحمت. بیا فاروق جان. ظهور بیک. سلام علیکم. شما خوب همسایه جون؟ صحت سلامت. سیفایی از کجا آوردین خیلی سیفایی؟ از بازار آوردم. خواستم شما با هم بیاریم همسایه. سلامت باشه سلامت باشه. خیلی بیایید مرحمت. مرحمت. گذارید. شینید شما شینید. شما. خیر سلامتی خوب؟ همه تینج؟ نه. همسایه جون دوی ما در نزد تریزه شش کسی رو منتظرید. پسرم باقی فرزند پدر و مادر رو میکشد. مشکل دو سال شد که سفرخان بدرک. خوش آمده. خب خوش آمده پسرم. بله همسایه. خوش آمده. باز بیاید. خب زوربک برای همسایه‌مان بی‌حد دشوار. بله دیدی برای پدر چقدر درد مزوی ما دسته. 8 ماه رو 2 سال حساب کردیسته. 2 سال نیست نگاه. اگر فهمد که همون روزی که سفرخان از این خونه قهر کرده بار اومد و با صدمه دچار شده از دنیا گذشت، 1 روز دیگه هم زندگی کردن نمیتوند. در زندگی اوید به مسئله احترام گذاشتن به والدین بسیار با دقت باشید.